شنیدید میگن تو بدم بمیرو بدم. بیا داستانش واسه تعریف کنم. یه پدری یه پسر خیلی تنبل داشته که به سن کار کردن رسیده بوده. ولی هر جا که میفرستاده این پسر رو کار کنه، این پسر از زیر کار در میرفت و همیشه هم یه بهونه پیدا میکرد. پدر خسته میشه و با دوستاش شروع میکنه مشورت کردن. یکی از دوستاش میگه که بفرستش پیش من تو آهنگری سعی میکنم که این مشکل رو حل کنم. پدرم خوشحال میشه و پسرش رو میفرسته آهنگری. یه چند روز اینقدر حجم کار زیاد بوده که پسر وقت نمیکرد از زیر کار در بره. بعد چند روز یکم حجم کاری کم میشه و پسر آزادتر میشه. اوستا پسر میگه که برو کنار کوره وایسا و هر چند دقیقه یه بار این دم و فشار بده و نذار کوره خاموش شه. این پسر هم یه چند ساعتی کنار کوره وای میسه و هر چند دقیقه یه بار این دم و فشار میداده. اوستا میگه اوستا من میتونم بشینم و بدمم. اوستا میگه که مشکلی نداره بشین. بعد چند دقیقه به اوستاش میگه اوستا من میتونم لم بدمم. اوستا میگه لم بده مشکلی نداره. یه چند ساعت میگذره و به اوستا میگه اوستا من میتونم بخوابم و بدمم. اوستا هم عصبی میشه و میگه که تو بدم بمیرو بدم. از اون موقع به بعدم هر کسی که میخواد از زیر کار در بره، اون مسئولیتی که داره توش تنبلی کنه، بهش میگن تو بدم بمیرو بدم. قراره هر روز واسه داستان کدو تعریف کنم، پس حتما من دنبال